عطار در مصیبت نامه حکایتی رو روایت میکنه. من میگه پرسنده ای از اون میپرسه که استاد اعظم، نام اعظم خداوند چیه؟ خب مردم خیلی مجلسی و قشنگ و شیرین در پاسخش میگه که سائلی پرسید از آن شوریده ها، گفت اگر نام مهین ذوالجلال میشناسی بازگو ای مرد نیک. گفت نان است این به نتوان گفتید. مرد گفتش احمقی و بیقرار، کی بود نام مهین نان شرم دار. و او در پاسخ میگه گفت در قحط نشابور ای عجب، میگذشتم گرسنه چه روز و شب، نشنیدم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز. من بدانستم که نان نام مهین است، نقطه جمعیت و بنیان دین است.